سلام دوستان عزیز برنامه یوتیوب. امروز صبح رفیقم به من زنگ زد. یه طول پیدا کردم و سرش زخمیه، چشمش خونالوده، سرش خونالوده، گردنش هم یک تناب بستن. به خیر افتاد، حیوان داشت میمرد، تلف میشد. بعد به من زنگ زد میتونی یه حمایتگر حیوانات پیدا کنین که این حیوانو ببریم بدیم بهشون که مداوا کنن. من گفتم نمیدونم، کسی پیدا نکردم. هر کسم زنگ زدم میگفتن جواب رد میدادن یا میگفتن جا نداریم. خلاصه خودمون آوردیم اینجا تو محل کارمون، رفتیم براش رفتیم بانداج گرفتیم، دارو گرفتیم، بتادین گرفتیم، سرم شستشو گرفتیم که حیوانو یه جورایی سرپا کنیم. حالا حیوان همینجا افتاده بی حال و بی جون. میخوام بگم این حیوان چه گناهی کرده، چی خواسته از شما که از توی حیوان صفت که با این زبون بسته این کار کردی. به خدا میسپارمتون، خدا نگهدار.